خیلی سوال میپرسن که آقا چرا ایران ورود نکرده و آقا ما که همه تهدید میکنیم فلان میکنیم ما چرا ورود نکردیم. من خیلی برام عجیبه که چرا برخی ها میان این حرف رو میزنن و این صحبت رو میکنن ما چرا ورود نکردیم. ما که به عنوان رهبر محور مقاومت، به عنوان قلب تپنده و موتور محرک این محور نباید بی خود و بی جهت وارد یک درگیری و جنگی میشیم که نتیجهش از همین الان مشخصه. یعنی جنگی که اگر 6 ماه دیگه هم طول بکشه، عرضم به حضور شما نتیجهش مشخصه، شکست رژیم صهیونیستیه. ما قرار نیست که پیروزی در این صحنه به دست بیاریم. رژیم صهیونیستی در غزه شکست خورده و در میدان‌های دیگر هم آمریکا و رژیم صهیونیستی درگیر هستند و ما به عنوان موتور محرکه و به عنوان پشتوانه اصلی این محور باید کامل آماده و هماهنگ بیرون منتظر باشیم. حواسمون باشه جبهه ها را پشتیبانی و تقویت کنیم و کمک کنیم به عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و سایر جبهه هایی که وجود داره در حوزه‌های مختلف عمل کنیم و اگر ضرورت پیدا کرد دست آخر خود ما هم ورود خواهیم کرد. یعنی ما در آخرین لحظه و آخرین مرحله ورود میکنیم و کسی که میگه آقا ما مثلا موشک بزنیم به تل‌آویو و موشک بزنیم به حیفا و 4 تا فلان کنیم، موشک‌ها هستن، نیاز هم نیست ما شلیک کنیم. از عراق شلیک میشن، از سوریه شلیک میشن، همینجوری که میبینید از یمن با عزت و با افتخار شلیک میشه که من در این گزارش سعی میکنم خدمتتون چند کلمه رو در مورد یمن و اون فشارهایی که آمریکایی‌ها دارن بهش وارد میکنن و اون مسائلی که در موردش وجود داره رو خدمتتون عرض کنم. امروز صبح روز سه‌شنبه ارتش تروریستی و کودککش رژیم صهیونیستی گفت یک فروند پهپاد یا یک هدف هوایی رو در بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی در ساحل خلیج عقبه راهگیری کرده و هدف قرار داده. خب یک پهپاد رو هدف قرار داده بود، چون که دوستان میگفتن صدای انفجار اونجا شنیده شده. بدون شک با احتمال بسیار زیاد ما در اونجا شاهد اصابت پهپادهای دیگری هم بودیم که صهیونیست‌ها به شدت سانسور خبری میکنن و اجازه نمیدن این خبر منتشر بشه. در مورد اقدامات نظامی یمنی‌ها برای حمله راحت‌تر به فلسطین اشغالی و منافع رژیم صهیونیستی، چند روز پیش یک گزارشی رو نوشتم که فکر کنم این گزارش توی رسانه‌های فارسی استثناء بود و حالا جایی که خودم خبر دارم لااقل کسی نبود که در این مورد بنویسه که چه اهدافی کجا چجوری و به چه شکلی هدف قرار گرفتن در دریای سرخ و در خود خاک اریتره، در ارتفاعات اریتره که مشرف هست بر دریای سرخ. انصارالله این تأسیسات دریایی و تأسیسات رصد و شنود رو هدف قرار داد و منهدم کرد و بعد از اون حالا با خیال راحت‌تر بدون اینکه پهپادها و موشک‌هاش رصد و راهگیری بشه داره به عنوان بخشی از محور مقاومت وارد عمل میشه و داره آزمون خطا میکنه که چجوری موشک‌ها و پهپادها رو بفرسته، چون که فاصله واقعا زیاده. یعنی 2000 کیلومتر ما در محور مقاومت سابقه پرتاب پهپاد بالای 1000 کیلومتر رو نداریم، یعنی یا موشک‌ها. یعنی ما هم که مواضع تروریست‌ها در سوریه رو زدیم در فاصله 600-700 کیلومتری زدیم، نه در فاصله 2000 کیلومتری. اون هم یمنی‌هایی که سامانه‌های چیز ندارن دیگه، سامانه‌های ماهواره‌ای ندارن و راهگیری و شلیک خیلی واقعا سخت میشه. به خاطر همین ارسال پهپاد و موشک کروز از فاصله 2000 کیلومتری واقعا هنره و همین که اینها تونستن پهپادها رو بالای سر ایلات برسونن و صهیونیست‌ها وحشت زده جنگنده بلند کنن و برای زدن یک پهپاد مثلا چند هزار دلاری موشک‌های چند صد هزار دلاری پیتون رو احتمالاً شلیک کنن، این خودش یک محور، یک موفقیت. و اینی که در جنوب سرزمین‌های اشغالی، جایی که صهیونیست‌ها در طول 50 سال گذشته حتی یک بار هم تهدید رو احساس نکردن، یعنی یکی از امن‌ترین مناطقشون ایلات بوده که بندر ایلات بوده که هم این ورش بندر عقبه اردن هست، یعنی تنها مسیر دریایی که اردن باش به دنیای بیرونی ارتباط داره. اون سمتش هم بندر تابای مصر هست در صحرای سینا که هر دو تاش هم جزو مناطق گردشگری و اقتصادی هستن. خود یهودی‌ها و صهیونیست‌ها اونجا زیاد سرمایه گذاری کردن و اونجا رو یک منطقه توریستی کردن و خودش اونجا میرن لذتشو میبرن، حال و حولشو میکنن و اون حالا
کارهای دیگه که حالا تو اون مناطق میشه و شما بهتر از من خبر دارید که چه اتفاقی داره اونجا میفته و دلیل همین امنیتی که در ایلات احساس کرده بودن، شهرک نشینان فراری اطراف باریکه غزه رو بردن اونجا، یک کمپ براشون زدن و اونجا اسکانشون دادن تا هم از هتل‌های متعددی که اونجا هم هست استفاده کنن، هم بهشون بد نگذره کنار دریا باشن، چون هوا هم داره خنک میشه و سرد میشه و اونجا بودن خیلی بهتر از جاهای دیگه بودن. ارتش یمن به عنوان یک ارتش منسجم، یک جمعیت قابل توجه، یک سرزمین آزاد خارج از کنترل هر نیروی شر وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم، این قابلیت ها رو داره و این قدرت رو داره که در موقع مقتضی و در فرصت مناسب ورود کنه و با کمک محور مقاومت بیاد و اقداماتشو انجام بده، اونم در موقعیت راهبردی که یمن در تنگه باب‌المندب داره و اشرافی که بر مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ داره و میتونه خیلی کارهای دیگه رو هم انجام بده. حتی میتونه تهدیدات هوایی بابت هواپیماهای رژیم صهیونیستی که از این منطقه عبور میکنن انجام بده و مانع از پروازشون بشه و خیلی کارهای دیگه کنه و تجارت دریایی صهیونیست‌ها رو مختل کنه. میدونید که صهیونیست‌ها تقریبا 60% تجارتشون با آسیا هست و 40% با اروپا و آمریکا هست تجارت خارجیشون و به همین دلیل این منطقه برای صهیونیست‌ها بسیار اهمیت داره و آمریکایی‌ها در طول این چند سال تلاش کردن تا به هر شکلی ممکن هست انصارالله رو به حالا حقه‌های مختلف به لطایف الحیل وارد یک فرایندی کنن که آرام نباشن. به نظر من الان ارتش یمن در حوزه موشکی و پهپادی یکی از در قدرت برتر دنیاست. موشکایی داره که بعضی از ارتش‌های بزرگ رو میگم خوابش هم نمیبینن، یعنی همین ارتش مصر و ارتش الجزایر و همین سعودی ها و اماراتی ها و حتی خود ارتش پاکستان و هند و اینا مثلا موشکی مثل خیبرشکن رو عمرن داشته باشن که اینا در اختیار دارن، یا موشک عماد و موشک قیام و سایر موشکای کروز قدس 1 و 2 و 3 که قدس 3 دیگه گل سرسپتشون هست، یا پهپادهای مختلفی که دارن، سامانهای پدافندی مختلفی که دارن. بنابراین اینها خیلی خوب تجهیز شدن، آماده شدن، مهیا شدن برای نبرد نهایی. آمریکایی‌ها به شدت دارن به اینا فشار میارن و به شکل‌های مختلف تهدید میکنن، هشدار میدن و میگن ما جنگ و سراغتون میاریم، نمیدونم تحریم میکنیم، محاصره میکنیم، میزنیم، میکشیم اگر وارد فلان بشید. ولی خب انصارالله زیر بار نمیره. یعنی آخرین تهدیدی که کردن این بود که تمام تلاش‌ها برای برقراری صلح رو ناکام خواهند گذاشت و وضعیت رو به شکل قبل از آتش بس برمیگردونند. این چیزی هست که اینا تهدید کردن دیگه. به هر حال میدونید که فکرم آمریکایی‌ها فکر میکنن که اگر مثلا جنگ بشه، تهدید دارن میگن جنگ بشه، مثلا انصارالله میترسه، نمیدونه که اگر جنگ بشه و سعودی و امارات وارد درگیری بشن و تأسیسات نفتی سعودی و اماراتی هدف قرار بگیره، نفتی که همین الان خودش $90 یا میشه $120 و انصارالله میدونه که این تهدیدها هیچ ارزش عملیاتی ندارن، فقط اینا دارن بلوف میزنن و دارن کارهای چیز میکنن، رسانه‌ای و تبلیغاتی میکنن. شاید انصارالله بترسه. تو همین چند روز اخیر در خبرها هم شنیدید که وزیر دفاع سعودی پا شده رفته به آمریکا و داره در مورد بحث جنگ علیه غزه صحبت میکنه و یکی از موضوعاتی که هم داره صحبت میکنه بحث یمن هست و اینکه چجوری با آمریکایی‌ها هماهنگ کنه. عرضم به حضور شما، ولی خب نشون دادن یمنی ها که کامل در اون ساحت وحدت ساحات حاضر هستن، همونجوری که رهبر مقتدر و مجاهد عزیز و دوست داشتنی یمن آقای سید عبدالملک گفته بودند که ما در کنار ملت فلسطین هستیم و به عنوان بخشی از محور مقاومت و دفاع از قدس شریف عمل میکنیم، عمل کردن و حرفشون رو به کرسی نشوندن. تو این پاگیر و واگیر رئیس مجلس سیاسی اعلی، همون رئیس جمهور یمن استاد مهدی مشهاد اومد و صحبت کرده و گفته بود که تهدیدهای آمریکا مبنی بر اینکه جنگ رو به یمن برمیگردونه باعث نمیشه که ملت یمن به مسئولیت‌هاش در قبال ملت فلسطین عمل نکنه.
گفته بود که ایستادن کنار این ملت مظلوم یک واجب دینی و اخلاقیه و گفته بود که زمان مداخله بیشتر صنعا در نبرد طوفان الاقصی داره نزدیک میشه و ما اتاق عملیات مشترکی داریم و تلاش‌هایی داریم میکنیم تا در مقابل هر گونه حماقت و دیوانگی صهیونیست‌ها ایستادگی کنیم.